قرآن کتاب است سرشار از حکمت و در و گوهر. هر بار انسان در بحر قرآن شنا می کند نظری عمیق‌تر می اندازد، در آن عجایب‌های تازه می بیند. اگر مثل غواص به عمق آن رود حتما از آن در و مرجان استخراج می کند. در آیت آمده است یخادعون الله والذین آمنوا، آن منافقان به گمانشان خدا و مؤمنان را فریب می دهند. سوره بقره آیت 9. بالای عباره خدا و مؤمنان خوب اندیشه نما. چگونه طنین دلنشین دارد این جمله؟ خدا و مؤمنان. میدانی برای چی دلنشین و گواراست؟ برای آنکه خداوند مؤمنان را در پناه خود میگیرد. این جمله چقدر معانی آرامی و اطمینان را به خود دارد. خداوند اعلام دارد که مؤمنان در حمایه من هستند. مؤمنان دوستی من هستند. دوستی با آنان دوستی با من است. دشمنی با آنان دشمنی با من است. چگونه این جمله گواران نباشد که هر مؤمن با شنیدن آن خود را در حمایت خدا می‌داند. دلش را سکونت و آرامی فرا می‌گیرد. خاطرش جمع می‌شود که تکیهگاه او خدای تواناست. پیش قدرت او تعالی کار ناممکن نیست. خاطرش جمع است، زیرا او با ذات است که با فرمان کن یعنی پیدا شو هر چی را خواهد پیدا می‌کند و در عین زمان به همین اسلوب هر چی را خواهد نابود می‌کند. مؤمن آسایشته است چون که تکیهگاه او ذات است که سرنوشت همه اشیا در دست اوست. تصور کنید در همین دنیا یک رئیس یا منصبدار یا فرد از مقامات قدرتی گوید من با تو هستم، من حامی تو هستم. انسان چقدر خودش را آرام و دلپور حس می‌کند، حالانکه این اشخاص مذکور صلاحیتشان در حمایه ما یا همصفی با ما محدود است و گاه محال است، زیرا با بهانه‌های گوناگون حمایه وعده شده را بجا نمی‌آورند. اما حامی مؤمنان و تکیهگاه آنان خود را چنین معرفی نموده است: یقیناً خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. سوره آل عمران آیت 9. خود را تکیهگاه مؤمنان خواندن خداوند این ضمناً تقدیم حمایه لامحدود است. این چنین مؤمنان را به ثابت قدمی تشویق می کند، زیرا چون مؤمن احساس کند که تکیهگاه او خداست قدمهایش را در راه دعوت استوارتر می ماند. از طرف دیگر تهدید و بیم دادن برای آنان است که علیه خداوند و مؤمنان صف کشیده دشمنی می کنند. گفتنی است که شما پیش از آن که علیه این مردم نقشه کشید یا توطئه ساختنی باشید دانید که در پشت آنها نیرویی هست که هیچ کس تاب و توان مقابلیت با آن را ندارد. نیروی پشت آنهاست که زمین و آسمان و طبیعت، برف و باران و ژاله، حیوانات و جمادات و حشرات و همه هستی لشکر اوست. اگر باور ندارید به امتان قبل نظر افکنید و شناساترین مثال برای شما فرعون است که خداوند او را با فرستادن ملخ و قورباغه و خونین شدن آبها و دیگر نمودهای لشکرانش تنبیه داد. خداوند فرمود: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. پس ما بر سر آنان عذاب و بلاهای آشکار از قبیل طوفان، هجوم ملخ و شپوش و قورباغه ها و رود پور خون را که هر کدام معجزه و نشانه های روشن و گوناگون بود بر آنها فرستادیم. سوره اعراف آیت 133. در جای دیگر خداوند فرمود: وما يعلم جنود ربك إلا هو.
و شمار لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی داند. سوره مدثر آیت 31. خداوند ما را به راه راست هدایت نماید.